دوستان گرامی، حاضر در اویداره در دچه بابای میرالی محمد علی قرار داریم. حاضر خیلی که این یک دواد هوای انا خوالینگ که دههای اویداره کشته استراحت کرده سه چخیل در سیره ها چخیل در سیره ها برامدن قینه و سال السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. تشکر زیاد برای دستگیریتون که نسبت ما دریغ نمیدارید. حالا باشد ما روانه هستیم به طرف دههای آبیداره، دههایی که یک شخص در نزدیکی جنگل همانجا قریب 40 سال عمر به سر برده است. خودی همون دهه را گرد و اطرافش را زیباییش را پیشکش شما میگردانیم. شما حتما تماشا کنید و دستگیری را فراموش نکنید. اگر دستگیری های شما باشد دوستان گرامی، در آینده ما می توانیم نوارهای خوب و دیدنی و جالب پیشکش شما گردانیم. و شما تماشای با فراغت. اینجا دره گیاهی نم داره ها؟ دره گیاهی هو نو قشلاقای که میتوه او چی ها؟ دههای سلطانالی ها در اینجا یگان کسی یگان قهرمانی و ایت یگان بزرگا و خیلی گذشتگی نیستن که مقصد جای یانگو باشه. بخشی آدم زندگی میکنه یعنی هیچ گیاهیه چه گیاهی بگو چه خیلی چیل بنا زندگی میکنه اینجا همینجا یگان بنا نیست چیل پنجاه بنا زندگی میکنه. بعد برفتن که برفتن خلاص سونداشون اینجا خلاص آدم پیاده شد اینجا سوندا بود. Boy.
نظر اونقدر نمیتونه که انا بنشینی روسته اون تارخ نمیدنم او پسن نگاه کنید آدم ها مگه پرومانت نیست آدم ها که ده هواری گشت ایستن جرا بازور نبرو من نیستم اما از لو خیلی گاندار گفته سن چخیل در سیره ها برو مدن کنه اصول بین سوزه بعد ولی اوفاری نمیگن در بهار زمستان جا چکمه که باشن
اینجا که اما بابایم ولی دمگیری می اومدم اینجا که یا که مقصد دمگیری می اومد انجا ذخیره دارمش تا اینجا جمعی سیو پیو بشه دوستان گرامی روزی در اوبیداره در دچه بابای میرالی محمد علی قرار داریم. روزی خیلی که میبینید پیشتر دچه بابای میرالی محمد علی است. این همینجا روزی خیلی ما در دچه بابای میرالی محمد علی قرار داریم. فرام میگیره در کامپیوتر میتونه ولی نغمش میکنم شما خیلی چی نه خواه بکنم Oke, você vai